خب امروز با یه نگاه یک دیگه در خدمت شما هستیم. امیدوارم که برنامه ما مورد قبول شما قرار گرفته باشه. بچه‌ها سلام میرسونن. علی تصویر، فرهاد صدا، مهدی جلوه‌های ویژه، عباس آوجبلاغ هم سلام میرسونه، اشاره میکنه دستبوسه، و خانم صداقتی سناریو. مهمان برنامه امروز ما هست اسی خیلی خوشحالم. منظورم اسماعیل احمدی مقدمه. قبل از اینکه برنامه رو شروع کنیم، قبل از اینکه برنامه رو داشته باشیم همراه با سردار احمدی مقدم، من یک تیکه فیلم از ایشون در آرشیو پیدا کردم، بهتون نشون میدم. این شما و این فیلم احمدی مقدم از دوران آموزشیش با هم نگاه کنیم. شیطان خب شلنگ تخته مینداختی ها. اون موقع که داشتین غیر و قنبیل می اومدی در مورد چی فکر میکردی؟ در مورد ارازل اوباش. ببین نصرالله، دارویی که به این بابا دادیم 5 دقیقه بیشتر اثر نمیکنه. یعنی بعد 5 دقیقه دوباره وحشی میشه. تیکه بزرگ تو استودیو گوشته. پس حواست باشه، سریع سوال پیچش کن، زودتر قلاداشو بدیم دست صاحبش بره. برو نمیدونم چی کار میکنی. آقا سریع میخوایم 5 دقیقه تمومش کنیم. ببین اخیراً تو نیروی انتظامی یه سری گندا بالا آوردین که تو سعی داری زیر میز قایمش کنی، همین زیر میرا قایمش کنی، ولی تو روزنامه‌ها خیلی منعکس شده. این چیزایی که منعکس شده هیچ کدومش واقعیت نداره. خیلی مسئله خفیفتر از این مسائل هست. خب وقت نداریم، داروت هم داره بی اثر میشه. ببین پارسال تعداد اونایی که ما خودمون بریدیمشون یا خودشون بریده شدن افتادن چند نفر شد؟ ما بوده مثلا 9-10 هزار نفر در کل سال شد. حالا از مثلا جوجلات بگیرید و تا گندلات 9-10 هزار نفر شدن. تو این بحرانا و بدبختی‌ها مصرف مقام معظم چقدر شده؟ حدود 2500 تن میشه. 2500 تن مصرف تو شک. حالا فقط تریاک؟ بر مبنای تریاک، البته هروئین و اینا بوده جمع کنیم و اینا تبدیل به تریاک کنیم، میشه حدود 1400-500 تن که مقام معظم مصرف کردن ها. عظما. تو این مخمسه‌ای که مقام عظما توشه چه انتخابایی داره حالا؟ یا ترک میکنه یا یه داروی کم خطری ما در اختیارش میذاریم که یک مناعتی در برابر مواد مخدر برای ایشون ایجاد میکنه. او ترک میگی درد داره بابا. فکر نمی‌کنی براشون یه وقت مشکلی ایجاد بشه؟ یه مقدار روزانه‌هاش فشار میاره. الان از اتاق فرمان به من اطلاع دادن که کارگردان برنامه‌مون میخواد زنگ بزنه 110 بیان مقام عظما رو ببرن بازپروری. شما خودتون موافقین؟ در خدمت شما هستم. خواهش می‌کنم. خواهش. بله. ببینم ممکنه حالا جواب ندن؟ کی جواب نده؟ 110 زنگ بخوره بر ندارن. خب بابا عصبانی نشو باش. حالا جان، حالا اگه خود مقام عظما نخوام بیان چی؟ این اگر نخوام بیان نمیتونن نیان. اوه ناصر جان، این تاثیر داروها مثل که داره از بین میره. طرف تایمش داره تموم میشه. تایم ما خیلی مهم نیست. کیفیت الان مهمتر از کمیت. نامصب کیفیت تریپ ما رو میخوای خراب کنی؟ ناصر من رفتم. ناصر